حالا یه آقایی میگه بدم پول جمع میکنم ترامپو ترور کنیم. خداقام لباس آخوندی درآرد تنت، مرد حسابی، خجالت بکشید. اولا که برای کشور هزینه درست میکنید. تو تا حالا تا دم خلیج فارس هم نرفتی. تو چه نفوذی داری تو آمریکا که بخوای همچین غلطی بکنی؟ بعد اون وقت صهیونیست‌ها که اونجا ارتباطات دارن یه ترور ساختگی درست میکنن. خدا نکنه که این مجروح هم بشه 2 روز بخوابه بیمارستان. 4 تا سند درست میکنن که کار ایران بوده، بعد هزینه‌شو ملت ایران باید بدن که توی جفنگی میخوای بگی خلاف همه اصول اخلاقی انسانی و اسلامی و قوانین بین‌الملل. آقا اونا چقدر عوضی، من میدونم اونا خیلی عوضی، خیلی عوضیان، خیلی هم نامردن. فعلا زور دست این عوضیاست. میخوای چیکار کنی؟ بهانه بدی بیشتر لهت کنن؟ دیوونه ای مگه؟ شمشیرشو تیز نکن. داعشی‌ها حمله کردن، مثلا سوریه رو گرفتن یا ریخته بودن، یه بخش عراق گرفتن، یه عده فقط فحاشی به داعش گفتم آقا داری شمشیر اینا رو تیز میکنی، به مقدساتشون فوش میدی، اونا زورشون به تو نمیرسه، تو دسترسشون نیستی، تو قومی، زورشون به اون بدبختی میرسه که اونجا زیر دستشونه. چرا شمشیرشو تیز میکنی؟ با قضاوت بیشتر بکشه. تو بهانه میدی بهش، بهانه